حادثه مرگباری که در لبه دریای آمو انیقترش در منطقه مرزی ناحیه فرخار با افغانستان رخ داد جان دو جنگلبان تاجیک یعنی دو شهروند تاجیکستان را گرفت و یک نفر زخمی شده فعلا بستری می باشد. طور ریاست مرزبانی تاجیکستان امروز به رادیو آزادی خبر دادند سنجش‌های اولیه نشان داده است که از آن طرف مرز یعنی از سوی افغانستان گروه طالبان به طرف جنگلبان‌های تاجیک هنگام کار مشغول در خواجگی جنگل جمهوری بودند تیرکشایی میکنند که دو نفری آنها زخمی شده و یک نفر جان به سلامت میبرد. اما طوری گفته می شود وضع این شهروند یعنی امیرخان سعیدوف راننده ماشین چندان خوب نیست. اون حواسش را گم کرده و تا حال حاضر در حال شاک قرار دارد. سرریاست سرحدبانی تاجیکستان میگوید که فعلا سنجش ادامه دارد و با انجام این سنجش بعداً به مطبوعات اطلاع خواهند داد. اما گروه طالبان تا حال حاضر در رابطه با این حادثه اظهار نظری نکرده است، ولی خبرهای سنجش های اولیه نشان میدهند که این افراد از سلاح‌های کلاشنیکوف و پولمیوت کلاشنیکوف یعنی به سمت اینها تیرکشایی شده است. طور مقامات سرحدبانی تاجیکستان میگوید به فرق از منطقه‌های مثلا شوراباد و دیگر منطقه های هممرز با افغانستان فرخار در موضع‌های مرزیش در همواری قرار دارد. از این رو از آن طرف دریا خیلی چشمرس است و هر گروهی میتواند که به طرف این طرف تیرکشایی کند.